اثر ماندگار داروها روی میکروب‌های روده حتی سالها بعد. یک پژوهش بزرگ از دانشگاه تارنتو در استونی نشان می‌دهد که داروهایی که حتی سالهای پیش مصرف کردیم می‌تواند همچنین بر میکروبیوم رودمون تأثیر بذاره. پژوهشگران با بررسی نمونه‌های مدفوع و سوابق نسخه‌های بیش از 2500 نفر از داوطلبان بیوبانک استونی دریافتند که بیشتر داروهای مورد مطالعه با تغییر در ترکیبات میکروب‌های روده ارتباط داشتند. جالب اینکه بخش زیادی از این تغییرات حتی سالها پس از قطع مصرف باقی مانده است. این اثر فقط مربوط به آنتیبیوتیک ها نبود. داروهایی مثل ضد افسردگی ها، بتا بلاکرها، مهار کننده پمپ پروتون و حتی بنزودیازپام ها نیز اثر انگشت میکروبی خود را بر جا می‌گذارند. بنزودیازپام ها که معمولاً برای اضطراب تجویز می‌شوند، اثراتی مشابه آنتیبیوتیک های وسیولتیف بر میکروبیوم داشتند. حتی دو داروی همخانواده مانند دیازپام و آلپرازولام می‌تواند تفاوت زیادی در میزان اختلال ایجاد کنند. بررسی نمونه‌های پیگیری از بخشی از شرکت کننده‌ها نشان داد که شروع یا قطع برخی از داروها باعث تغییرات قابل پیش‌بینی در میکروب‌ها می‌شود که نشان دهنده اثرات علی است. این اثرات طولانی مدت برای داروهایی مانند مهار کننده های پمپ پروتون، برخی ضد افسردگی ها و آنتی بیوتیک هایی مانند پلیسین های ترکیبی و ماکرولیت ها تایید شده است. محققان میگوید این یافته اهمیت زیادی برای پژوهش ها و پزشکان دارد و باید سوابق مصرف دارو، نه فقط خود داروهای فعلی، در تحقیقات مرتبط با میکروبیوم و بیماری های دیگر لحاظ شود.